درباره دعای روز عرفه. البته دعا در عرفات برای حاجیان بهترین فرصت است، اما به من و شما هم فرصت است که در روز عرفه دعا کنیم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در ترمذی است که میگویند خیر الدعاء دعاء یوم العرفه، بهترین دعا دعای یوم عرفه می باشد. و چگونه که در حدیث پیشتر گفتیم، امروز پروردگار میگوید به بنده های من نگاه کنید که چگونه مرا پرستش میکنند، و آن روز پروردگار عدد زیادی مسلمان ها را که در دیگر روزها از آتش نجات نمیداد گناهایشان را میبخشد. پس موافق این حدیث انشاءالله دعاها هم اجابت هستند. هر دعایی که دعاهای نکرده ببخشید اجابت نشده ما زیاد است، یا دعاهای هست که همیشه کی اجابت می شده باشد، بگوییم یا میگوییم این روزی هست که روز عرفه هر چی میتوانیم زیاد دعا کنیم، یعنی هر چی میتوانیم، علل خصوص خواهران و مادران شاگردان عزیزی که در درس ها هستید، آره میدونم برای مهمانی تیاری میبینیم، برای پخت و پز و چیزی دیگر، اما امروز رو دعا رو فراموش نکنید. اولا هدف ما روز عرفه روز دعا باشد، روز روزگیری باشد. و در دوام همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و خیر ما قلت انا و النبیین من بعد من قبل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. بهترین چیزی که من میگویم و دیگه پیامبران میگفتن همین ذکر است، ذکری که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. یعنی تو میتوانیم روز عرفه رو با ذکر کردن، با دعا کردن، با سر به سجده ماندن، علل خصوص که اون روز اگر روزدار باشیم که دعای شخصی روزدار علل خصوص در وقت افطار هم اجابت است، نگذاریم که فقط با پخت و پز و فردا گذرد، چون خیلی که گفتیم هر چی خیری و هر چی کردیم برای مردم است، از خاطره ها می رود. هر چی به خاطر الله کردیم اون همیشه باقی است و پایدار است و حتی پس از مرگ ما. و با برکت دعایمون، با برکت عبادتمون روز عرفه انشالله به همه کارمون در روزهای عید هم سرزده می توانیم یا رسیدگی کرده می توانیم باذن الله. پس عزیزان این بود صحبت درباره روز عرفه. این فرصت رو غنیمت بدونیم. پس فردا هست انشاءالله با روزه‌اش، با دعایش، با ذکرش، با سجده و با التجا به پروردگار که گناههای ما رو ببخش، گناههای ما رو ببخش و نگذار تا سال دیگر باز بنده پرگناه باشم. قادر هستی که مرا از گناه ها بیرون کشانی، نگذار در خواری و ذلت گناه زندگی کنم. بگذار از بنده های صالح باشیم که دعای پیامبران بود، اگرچه پیامبر بودند. توفنی مسلمان و الحقنی بالصالحین دعای حضرت یوسف است، یا دعای پیامبر است که حسن الخاتمه میخواستند. تا میتوانیم از پروردگار صالح بودن و صالح زیستن و به خاطر الله زیستن را در این روز طلب کنیم و انشاءالله روزهای عیدمون هم به برکت نمیگذرد.